سلام، صبحتون بخیر. ببین امروز اومدم تو باغمون، هرچند که سرما زده. ببین چیکار کردیم، ما رو همه رو بریدم، مثل این نگاه همه رو بریدم، بعد دورش جوونه زده. حالا امروز اومدم سری به باغ بزنم. ببین یه آفتی هست میاد میچسبه به مو، خب مو رو خفه میکنه. ما بهش میگیم سس. اینها نگاه از حالت قرمز رنگه. اینا اصلا تغذیهش اینه که از مو تغذیه میکنه و میپیچانی. روزی 20 سانت رشد داره، روزی 20 سانت این علف هرز رشد داره و اصلا هم ریشه ندارن. چی تخم داره میریزه، ولی وقتی که میاد میچسبه به مو ریشه رو ول میکنه، از مو تغذیه میکنه. خیلی آفت بدیه. یعنی یه دونش همینو من بندازم تو باغ اینجوری برم، فردا بیام ببینم رشد کرده اومده سمت مو. یعنی قشنگ خیلی راحت رطوبت رو پیدا میکنه، میفهمه که تغذیه از کجاست. تغذیه مو انگور منظورمه. بعد اینو بچینی. یعنی اگه من اینقدرشو ببین میخواد تخم ریزی کنه، اینو اینقدرشو بندازم رو زمین، از همون یه ذره خودشو رشد میده میاد بالا. تو زندگی همچین آدمایی هستن، آفت میچسبن به آدمو و ما باید اینا رو بگیرمش.